ماه بدر شد چرا نمیایی، دوباره ماه دگر شد چرا نمیایی، پرنده های مهاجر حالا نبرگشتن، دوباره چه سر شد چرا نمیایی. دوباره ماه بدر شد چرا نمیایی، دوباره ماه دگر شد چرا نمیایی، پرنده های مهاجر حالا نبرگشتن، دوباره چه سر شد چرا نمیایی. به منزل پیاده باز آمد، گل پیاده به منزل پیاده باز آمد، برفتنت چقدر شد چرا نمیایی، دوباره ماه دگر شد چرا نمیایی، پرنده های مهاجر بالا نبرگشتن، دوباره چه سر شد چرا نمیایی. مسافر به خانه برگشتن، برادران مسافر به خانه برگشتن، دوباره قهر شد چرا نمیایی، دوباره ماه دگر شد چرا نمیایی، پرنده های مهاجر بالا نبرگشتن، دوباره چه سر شد چرا نمیایی، همون ستون بلنده وطن بود بامش، همون ستون بلنده وطن بود بامش، با استخوان پدر شد چرا نمیایی، دوباره ماه دگر شد چرا نمیایی، پرنده های مهاجر بالا نبرگشتن، دوباره چه سر شد چرا نمیایی، پرنده های مهاجر بالا نبرگشتن، دوباره چه سر شد چرا نمیایی. مهاجر سلام، خوب و فرخنده؟ سفرها بخیر و سلامت بمان، زغمهای زحمت سرا در امان. مهاجر سلام، ساز پرقوته و یا بار کتفت گران گران، هوا سرد و رنگ رخت زعفران. مهاجر سلام، سیر یا گشنه؟ طرفگیرد در شهر بیگانه هست و یا مردم آنجای مغرور و مست؟ مهاجر سلام،
آره دشوار هست. دلم سخت می سوزد از بحر تو، دعا دارم از حق برایت نکو. مهاجر. سلام. السلام علیکم بر هر بیننده، بر هر شنونده، بر هر جوینده لحظات دیدار، بر هر یک فرد بیقرار، بر هر وطن دوست، وطندار و بر تشنگان حروف شکربار در برنامه پرنده های مهاجر. همین سروده که در آغاز برنامه گوش کرده، پرنده های مهاجر به خانه برگشتند. امروز موضوع ما کمی مطابقت میکند به همین سرود، موافقت میکند و موضوع امروزه برنامه آنچنانی که در ترغیبات در رکلام های برنامه امروزه دیدید نام دارد در آرزوی پدر. یعنی که در آرزوی دادا در جنوب کشور آتا میگویند، در این طرف ما دادا میگویند، خوجند یا دادا میگویند، دادا میگویند در خیلی جایها. یعنی پدر، یعنی سرابان سر خانواده، پدر رهبر، پدر سرور، پدر تقدیر جنبان خاندان است. خب قبلا معذرت میخواهیم چون فرصت برنامه رو تغییر داده، ما از روز چهارشنبه گرفتیم به روز سه‌شنبه و من بعد خاطر رسان میکنیم که هر هفته روز شنبه ساعت 15 با وقت مسکو، ساعت 18 با وقت وطن عزیزمان، با وقت کشور عزیز صدا میدهد برنامه پرنده های مهاجر. امروز در برنامه می توانند زنگ زنند مخلصان عزیز و عالی قدر ما، دایره تنها موضوع گرفته‌مان در بر گرفته‌مان زنگ زنند و اگر عادی تر کرده فهمونیم، ساده تر، مردمی تر کرده گوییم، من بعد برنامه پرنده های مهاجر روز سه‌شنبه هر هفته صدا خواهد داد و دیگرگون نمی کنیم فرصت را. و بسیار ممنونم از آن که باز هم دیده به دیدار همدیگر رسیدیم. شکرگزار هستیم که خداوند باز هم مناسب دیدار گردانید و امروز در شبکه یوتیوب در پیام نت با ما پیوستید و این برنامه را گوش میکنید، تماشا هم میکنید. امروز هم چون عنعنه برنامه های قبلی موضوع مورد بحث آنچنان گفتیم قرار دارد و دایره آن سخن میرانیم، موضوعی که انتخاب کردیم در یاد پدر نام دارد. در آرزوی پدر گفتم، در خاطر دارد اونهایی که کتاب را دوست می‌دارند، نویسنده کرامت الله میرزایف بود، در آرزوی پدر نوشته بود، در نقش اساسی مهربان میبازید و ما در یاد پدر نامگذاری کردیم برنامه امروز را. واقعا بزرگترین ضربه روانی که از همین مهاجرت میرسد رسیده ایستاده است. رسا 30 سال این جانب ضربه روانی بر کودکان است، زیرا مادران به خاطر فرزندکانشان با کار و بار زندگی آواره هستند و روزشان را میگذرانند، اما کودکانی که پدرشان در هجرت هستند، در مهاجرت، برالا حس میکنند که چیزی در خانهشان نمیرسد. و چرا این لحظه جوانان از جوانان پیشینه تغییر یافتند؟ خیلی جهت خصلتشان، جهت غرور مردانگیشان. چرا؟ چون که در تربیه مادر هستند. بعضا میگویند که از خدمت حربی هم میگریزند. خیر، این دیگر موضوع، از موضوع بیرون نمیبرایم. اونقدر درباره وطن دوستی، وطن داری حرف نمیزنند. چرا که تربیه مردانه را در خانه پدر میدهد. مادر آنچه خودش ندارد چگونه میتواند به فرزندش داده باشد؟ برگشتیم، دیگر از موضوع بیرون نمیبرایم. قاعده برنامه هر وقته این بود که دایره موضوع یک شعری که آماده کرده قرائت کنیم. اصلا خیلی موافق برنامه بود یک شعری که دادا دادا، در خاطر دارید یک برنامه قبل صدا داده بود، اما این شعر را خواندیم. برای همین هم امروز دیگر شعر انتخاب کردیم. یک کمی 20 دقیقه قبل از برنامه آماده کردم. خیلی شعر که عادی و ساده و مردمی و یک عامه فهم به وجود آمد. با اجازه شما همین شعر را قرائت میکنم. پارینه سال رفتی، پارینه سال رفتی، به هجرت رها شده، راه غریبی پیش گرفتی، جدا شده. شهر عروس چی داشت که به حد بجا شده؟ دادا کجا شده؟
دادا کجا شدی؟ مادر شبانه گریه پنهانی می کند. تنها که کودکان تو را بانی می کند. آه از چنین حیاتی پریشانی می کند. دادا کجا شدی؟ هر سال یک مرتبه می آمدی اگر دیدار مهربانت پزمان شدیم پدر. ما سرخمیم پیش پدردارها دیگر. دادا کجا شدی؟ دادرچه دار هم شدیم راه روک شده است. دادرچه دار هم شدیم ره روک شده است. شوخ و شیرین و گپ زنک و دودوک شده است. صورت برایش گاه پدر گاه عمک شده است. دادا کجا شدی؟ ویروس برآمده است و کرانتین قرار شده. با این بهانه اکثریت آتدار شده. دادا بیا که اشک همش اشکتار شده. دادا کجا شده؟ اگر شنوندگان عزیز و عالی قدر ما که دادا را درک نکردند، پدر را خیلی در منطقه های وطن عزیزمان دادا هم میگویند. خب قرائت شعر درد را در وجود من به وجود آورد و اگر برای شما هم کمتر که محزونی بخشید معذرت میخواهم. برنامه پرنده های مهاجر است. موضوع امروزه ما در یاد دادا، در یاد پدر است. می توانید در همان رقم هایی که در زیر نوار گذاشته شده است زنگ زنید. برای چی زنگ زنید و چی گفتن ممکن است در این برنامه میدونید. من خاطر رسان میکنم برنامه را در وطن عزیز در تاجیکستان خیلی ها تماشا کردند. خویش و اقربای من هم، فرزندانم هم، حتی نبیره هایم هم تماشا کردند. گفتند بی تو در همان تلویزیون ما تو را دیدیم، تو مادر میگفتی، پدر میگفتی، مهاجرت میگفتی، پرنده ها را میگفتی. هر کس به طور فهمیش خودش درک کرد و چون اهل وطن گوش میکنند میتوانید به فرزندکان خود پیام فرستید، دوستداریتان را ابراز کنید. همین برنامه مقصدی به هم پیوستن این همه پرنده های مهاجر را به اهل خانوادهشان دارد. همین طور نه؟ خب زنگ میزنن دلدکای و قبول میکنیم. بفرمایند. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام. خب برادری عزیز شبکه از شماست. سلامتی میخوام به شما اپا. میخواستم از شما سوال کنم که مقصد شما ششتن در اینجا چه؟ من نفهمیدم راستی گپ. مقصد را گفتم برنامه پرنده های مهاجر است. میبینید چه بسیار بلاگر بسیار گفتیم. موضوع سیاست به حد بسیار اما محض برای مهاجران برای مهاجر هست، صدای مهاجر هست. همه آن برنامه ها خوب هستند اما سیاسی هستند. من گرفتم برنامه را محض برای انگیختن محبت مهاجران و پیوستن طریق همین شبکه با اهل خانوادهشان. نیتمان نکوست. نه من چندین بار شنیدم که پرنده های مهاجر این صدا را. خب مهاجر هستید برادر؟ قطع کردن به فکرم. مقصد برنامه همین است. بله من خود مهاجر هستم. ولی اپا از شما خواهش میکنم که خب اگر شما فرزند شوهر که داشته باشین خوب میشود که شوهر شما بیستد مردم رو راهنمایی کند، نه اینکه شما به سطر عورت میستید در شبکه یوتیوب. به فکر من نه اینقدر خوب است. خوب با زبان تاجیکی حرف بزنید. من فکر کردم افغان بعدا شنیدم که تاجیک باور کن حیران شدم. با زبان تاجیکی حرف زدم. حرفی که من میزنم از کدام زبان است؟ عجبا. یکم افغانی میگید، ایرانی میگید، ادبی میگین. آزاد صحبت کنید که مردم بفهمند چی میخواید شما. اینجا هیچ معلوم نیست شما چی میخواید، فقط پرنده های مهاجر. خب قبول.
قبول آزادی درخواست بیان. شما همه معلوم کنید که ما مردم چی باید گوییم. اگر سیاستی باشه چی در کار شعر و کتاب خواندن. مردم آزاد صحبت کنن، در سیاست باشد یا که در دیگر کارها. نه برادر، برنامه سیاسی نیست، برنامه ادبی فرهنگی. همه را سیاست فرا گیردم، همه سر درک فهمیش سیاسی را ندارد. مثلا من خود نه من فهمیدم ندارد. که بعض کلمه ها شما وقتی که برنامه را آغاز میکنید بعضی چیزا را هم میخواهید بیان کنید، هم میخواهید که مخفی کنید. نباید این خیلی باشد. مثل آزاد، برنامه آزاد باشد. اگر آزادانه پرسید، نترسید. مثال هر کس چیزی میخواد گوید، نه اینکه نصفش مخفی باشد نصفش گفته شود. باور کن من در این خیلی برنامه محقول نشد. خب تشکر دادری عزیز. سلامت باشین. بسیار تشکر برای زنگ و برای ناترسیده بیان کردن نظرشان، ابراز کردن حرفای دلشان تشکر میگویم. این جرأت است لکه و همه در یک فکر بودنش هم نادرست است. فکرها باید گوناگون باشند. یکی این برنامه را دوست می‌دارد، یکی نه آنقدر پسندید، یکی سیاست را میپسندد و میخواهد همه برنامه سیاسی باشند. برنامه ادبی فرهنگی هم لازم است. مادر جانهای ما از کجا درک میکنند که سیاست چی است؟ و من خود نمیخواهم برنامه سیاسی برده باشم، چون که رقیب نمیشمارم سیاست مداره را. بفرمایند زنگ دیگری را قبول میکنیم. بله. الو. السلام علیکم. و علیکم سلام. چکار اپا جان؟ سوز هستی اینجا هستی؟ خوب، بسیار تشکر دادری عزیز. بفرمایید چه حرفی گفتنی دارید بر اهل وطن، بر فرزندکان تشنه دیدار پدر. او نه درودین تماشا کنیم ان شاء الله. ماشاءالله بسیار برنامه خوب، بسیار برنامه نقد بسیار اومده پیشان اومد. برای پدر بود است. خیر که ما رو پدرمون از دنیا گذشته ان شاء الله داخش دو گویم. میخوام که برای می برادرها گفتنم که ان شاء الله نقد باشم. تا گوش کردیم بسیار حرفی بسیار خوب زد. ایتا خیر که نمیفورته ای برو گوش نکن گو. چون میکنی گو؟ همین آدم ناراحت میکنی گو. همین دلی آدم سیاه کردن چی در کره گو. نمیفورته گوش نکن برو گو برای دیگه. هم اینجا مسئول برادرها مسئول هم اینجا. خب بسیار تشکر. منبر آزاد که هست، هر کس تفکر خودش را، فکر خودش را بیان میکند و هرگز ما خفه نمیشویم، چون که ما هم البته موافق آنها فکر نمیکنیم. ما هم مقابل بعضی افکار هستیم. خب تشکر برای زنگتان. بسیار تشکر میکنم. با شما هم برادر یا دادر قبلی هم تشکر میکنم. آزادی بیان را رعایت کردن. سرقانون کشورمان ماده 3 بود که آزادی سخن برای همه کفالت داده می شود گفته شده است در آنجا. تشکر برای زنگتان. و میدانید موضوع را به درازا کشیدن نمیخواستم، اما صاحب اختصاص باید در هر ساحه کار کند. در هر ساحه صاحب اختصاص خودش، مثلا تخصصی نفری که راننده است چگونه میتوانیم سری منبر سخن آوردنشانیم چی را گویند. انا همین طور. خب نفر دیگر در خط علاقه هستند. بله السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام خواهر جان. و علیکم سلام. خب شبکه از شماست. باور کنید خواهر جان، من خیلی سخنان شما باید اعتبار ندید. برنامه که شما پیش میبرید ما از همین روز اول برنامه شما را پیگیری میکنیم. ما نیز مهاجر هستیم. اون نفری که یکمین شخص شدن زنگ زدند و خیلی میگوده خیلی چی کوچکی گیری نسیرین همه ویران کرد. همین مقصد که نمیفورد خیلی ندارن تماشا نکنن. نمیفورد ندارن تماشا نکنن. اینا یک همه چی میگود چوپروسان نمیفورد تمام وقت. این موضوع سیاسی نیست یا چی نیست. نه خواهرین عزیز ما برونده یگان چی دعوا نکرده خدا خواهر جان که یگان چی دعوا ندارد. این یک مهاجره برنامه مخصوص برای مهاجره. خب بله.
معقول نباشه ندارن التماس میکنیم ما مثل خیلی انسان ها که همین التماس معقول نیست برادر و خواهر ها زنگ نزنید ناراحت نکنید مردم ها وزیر خیلی گم اولین درجه شما رو ناراحت کرد اینا با اینجا ما در اینجا چند کس برنامه شما در یک تلفن تماشا داریم در اینجا وزیر چند کسی هم به نصره نیشه خیلی گم ای خیلی گوی از سگن که اگر که قوپال کنیم همین کاروا میره و جکینا میگرن خواهر جان شما انشالله هم برنامه پیش بردن گرید باز یک طریقه خواهد دارم از تماشا بینم که التماس همین لایک فراموش نکنم البته مرا خاطر رسان کردید که همین موضوع برادر خواهر از شما التماس میکنیم که همین لایک دستگیری من و شما همین است برادر و مهاجر اپا جان باقی در پناه خدا بسیار تشکر خب ممنونم از زنگتان درست خاطر رسان کردن و به خاطر من هم آمد بله عمری برنامه ما وابسته به لایک های شما است هر قدر لایک رو پخش میکنید و نگفته نماند که یگان اعتراضات نادرست نیست هر یک به سمت خودش درست هست و من درک کردم که چه نادرستی های در برنامه ما هم هست شاید فهمانده نتوانستیم وقتی که شنونده نمیفهمد این عیب برنده است که تا مغز او برده نرسانیده است خب برنده برنامه پرنده های مهاجر است و روز قبل به من یک پیرمرد گفتند یک از تبار خودمان که ما برنامه را دیدیم درباره پرنده ها حرف می زدی انا اینقدر درک کردند که من درباره پرنده ها حرف زده ایستادم نفر درک میکند که من درباره مهاجران گفته ایستادم فهمیش هر خیل است در دنیا همه چیز یک خیل نیست شنوندگان عزیز پدر رهبر پدر سرور پدر تقدیر جنبان است ظفرمندم پدر تا لایق هر گونه دوران است چرا همین روز همین موضوع را قبول کردم انتخاب کردم میدونید هفته همین 4-5 روز بود که تیاری میدیدم گفتم باید این موضوع گرفته شود چون در استراشن من کارمند رادیو بودم و همینجا یک برنامه داشتیم پاس خاطره نام داشت و برای یک مکتوب آمده بود مکتوب نهایت پرتاثیر بود اگر از نویسنده مکتوب شنویم برنامه را شنویم مضمونش را وای نویسنده صنف یکم میخوند پسره که خوردکک صنف یکم میخوند در دفتر دورخه میگویند در مکتب صنف یک در دفتر خاصه خودشان می نویسند تا حرفا در یک قالب معین باشد در دفتر دورخه کلمه های داشت که جمله نمی شدند آنجا کلمه کات بود یعنی کراوت میگویند در ما کات درخت توت بود گریه میکرد نوشته شده است ستاره ها نوشته شده است و نوروز و پفک و پدرها و دستکپک و من چیزی از آن نامه نفهمیده بودم و همان کودک صنف یکم گفت من یک خواهرچه و یک دادرچه آوردم ممکن است همینجا وارد شود بعد در استودیو هر سه کودکچه را قبول کردیم بعد گفتم اکنون تو گوی در این مکتوبه چی گفتنی بودی کات این چیست گفت پدری همه به روسیه رفت و برگشته آمد پدری ما هم رفت اما برنگشت بالای کت چوبی میخوابیم درخت توت هست بالای کت و مادرم گفت که پدرت به آسمان رفته است و همان ستاره های درخشان را میبینی پدری تو از همان جا به تو شنه میدهد چشمک میزند و من باور کردم اما شبانه مادرم گریه میکرد آب دیدهش را صدای گریهش را دادرکانم نفهمند هم من درک میکردم بعد گفتم خب جانی مادر تو بگو که از اینجا کلمه پوفک مثلا یا برفک پختقند میگویند برفک اینجا چی است نوروز چرا آورده شد گفت هر سال عید نوروز میشود پدر همسایه ها می آیند فرزندکانشان را از دستشان گرفته به عید نوروز میبرند و پوفک خریده میدهند پختقند خریده میدهند برفک میگویند اما ما را کسی به عید نمیبرد به دل مادرم نمیگنجد و ما در خانه میمانیم و من آرزو میکنم که بگذار ما پفک نداشته باشیم پختقند نداشته باشیم بگذار عید هم نشود اما در خانه ما هم دادا جان باشد بود
آنچه کودکی 8 ساله 7 ساله شاید باشد صنف یکم میخواند آنچه او گفت به نهایت به درد بود و یک که به خاطرم زد گفتم برنامه را در یاد پدر نام میگذاریم چون که همین بار گران زندگی را بر دوش برداشته پدرها در مهاجرت هستند. زنگ میزنند، زنگ زدن ما بسیار حرف زده زنگ را نگرفته ایستادیم. بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام خواهر جان. خب شبکه از شماست بفرمایید. بخشش که کمتر آوازم مریض است گپ زدن با من خیلی دشوار است. ممکن است خواهر جان من کمتر از موضوع بیرونتر گپ زنم؟ اگر دایره موضوع مهاجرت باشد البته. ما با شوهرم طول 15 سال زندگی کردیم، صاحب 3 فرزند زیبا گشتیم. با من خیلی مشکل است این گپ را گفتم. ما رو با یک امید آورد به یکی از شهرهای روسیه و وقتی که 2018 ما رو آورد با سبب گفت زن مثلا گفت که ما رو دستگیری کن بیا ما نکاحمون رو قطع کنیم و من با زن سومیتیم و نکاح میکنم که برای آینده فرزندانمون شهروندی رو گیریم، اما ما رو بد فریب کرده با 3 فرزند بردم. از برادران خود خواهش میکنم که زنهایتان رو آورده پریشان نکنید با فرزندانتان. در شهر مردم خیلی کین است. ما تاجیکای خود رو چنین میکنیم در ملک مردم با شکایت میکنیم که با ما چنین میکنن. من طول 3 سال است که خودم با فرزندانم پیش از او صاحب شهروندی گشتم. در خانه با فرزندانم کودکای تاجیکان رو نگاه میکنم، بعضی ازشون رو یگون کرتا میدوزم، بعضی ازشون رو نگاه بین میکنم که تو مادرانشون رفته کار کنم. باور کنید خواهر جان چنین مردم بسیار من همه برادران رو در نظر ندارم. خواهر جان بله فهمیدم، دردتان گران است فهمیدم. علام آورش خواهر جان اون است که ما در یک شهریم، هر دفعه او رو میبینم گیو ما رو نمیشناسه با فرزندانش. خواهرم در این مابین بسیار پیشنهاد شد، بسیاری جوانایی هستند تاجیکان از من یاش از من کلان بیو زنی من شرمند رو این خیلی نگاه میکنم ایسا تو دختری زنی خدا ترسی میگفتم نه بگذار تو آخری عمر ما رو بیند با فرزندانش بیسودد. با فکر من نه هر جوان مردی و مرد میتواند چی گویم چقدر با فکرم انصاف ایمان در کار است که زن و مالش من فرزندای خود رو بینی. مثلا خودم خیلی خواهر جانی من بگذار پیش از اونه که زنایشون رو بیارم فکر کنم. بله من بسیار درد شما رو درک میکنم و اونقدر بیرون موضوع هم نرفتیم. در یاد دادا است، از نام فقط فرزندکانتان یاد دادا را ترنم کردید و خواهر جان میدانید اگر عین حال برنامه را شوهرتان تماشا میکنند و اگر بعضا هم تماشا میکنند برنامه در خزینه یوتیوب میماند، شاید که یک انصاف بیدار شود، وجدان بیدار شود، مهر پدری جوش زند، قطره آب دیده شما شاید برکت آورد دلشان رو برگردن. به هر حال خیلی میگویند چشم گشاده دیده است. 3 کودک مردم به ناخون فرزندزار هستند. 3 کودک. خواهر جان تشکر میگویم، فقط گریه نکنید. سلامت باشید. تشکر. گریه نکنید چون که نمی ارزد. 2 روزه دنیا من یک جا خونده بودم و قنات پشه نمی ارزیده است. چرا به آب دیده شما ارزد که از دیدگانتان، از دیدگان پرقیمتتان می ریزد. خب شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز، مخلصان گرامی قدر و عالی قدر همین برنامه پرنده های مهاجر، خب بیایید دیگر از موضوع نمی برایم چون که بسیار رقت آور از خواهر جان گریه کردن
بسیار خواهرکانی هستند که در همین حالت هم قرار دارند و زنگ میزنند. بله هم مرحبا. صحبت شدن با شما ممکن؟ خب البته با شما هم صحبت شدن ممکن؟ البته برادر. السلام علیکم. علیکم السلام. من برآمده شما بسیار گوش میکنم. به نهایت انا مورد زمانم هر کی هر گپ میزند گپای ما را گوش نکنید. شما بعضا در پروگراماتون گپ زنید که دموکراتیا چیست. همین تاجیکستان ما رهبریتش نمیفهمند دموکراتیا چیست. برای همون من میخوام که من هم یک مسافر نه که من شهروند دیگر دولت هستم، آزادتر هستیم، آزاد گپ زدن میتوانیم. برای همون التماس انا به هر گپ هر بسیار انا اون چاپلوس چی میگوین به او گوش نکنید. پروگرامتون برید. انا ما طرفدار شما، ما میخوایم که در تاجیکستان فهمن که فقط آدم آزاد پیش رفته میتواند. آدم اگر آزاد نباشد به همه رفتارش، لباس پوشش، ریش مانش، این چیزایی که چیزی مهم نیستن. بسیار وقت در همین چیزا آدم ها خودشون میزنن و فراموش میکنن در تاجیکستان قشاقی است، گرسنگی است، زندگی وزمین است، سطح مردم به نهایت پست است. در این موضوع بسیارتر گپ زدن در کار. در موضوع ریش و نمازخوانی و این کار شخصی هر یک کس است. میخواهد نماز خواند، این کار شخصی و هیچ که راهش نگیرد باید همون نمازخوانی چه کند. آدمی که نماز نمیخواند کار شخصی باید ریش نمیماند کار شخصی التماس فقط موضوعهایی که تاجیکا با مهاجرت روسیه میبیایند نه آداب گپزنی دارند نه رفتار درست دارند. بسیارش میگه هر بچه‌ای با سوادی که دل ملت میسوزد. میخوان که ملت ما من میخوام که ملت ما یک ملت پیش باشد. ما فخر کنیم که ما تاجیکیم. حالا در روسیه تاجیک باید خیال میکنه که یک مرده که آدمای قفا زده هست. برای همون ما باید همین چیزها رو، همین فهمیشا رو از دل ملت ها از ما دور کنیم. بله بله. التماس همین موضوعی همین گفتگی من بسیار برداره. مثلا شما میخواید انا سرد پوشید، این کار شخصی شما باید هیچ که کاردار نباشه. این کار شخصی شما هست. پوشید شما ده معقول است پوشید گردید. چیکار دارد که باید خیلی شما لباس نبوشید یا که ریش میموند. یک شعر تاجیکی است ناکسی گفت از گر از کسی بالا نشیند ای نیست. آدمی رو نه بریش و نه بفرش و نه بنا بزم ریش و خرم شکم و توتی و نقط. این چیزهایی که هیچ معنا نداره. آدم باید درونش یا که در دوشنبه آدم 4 خانه پوشیدن خیال میکنن که همین 4 خانه پوشیدن این پیشروی تاجیکستان هست. این پیشروی نیست. وقتی که سطح مردم پست هست اون پیشروی وقتی که سطح زندگی مردم خوب است. مردم آداب گپزنی دارن، آداب رفتارکنی دارن. من مثلا دوشنبه سالهای شوروی دارم که در کوچه حقارت نمیشونی دیگه آدم ها حقارت میکنن. حاضر حقارت کردن یک چیزی الان تو گپ زدن است. این چیزها رو باید ما پیش رویم. وقتی که مادر که بیسواد شد هیچ محل اون جمعیت بسواد نمی شود. پیش از همه باید ما مادرها ما رو سواد نکنیم. وقتی که مردم همش مردا قسم زیادش در مهاجرت هست اون فرزندی وای قطعی مادرش میموند. اگر مادری بیسواد باشد باید مادر بگاهی شند قطعی فرزندش درس تیار کند. اقلش فهمونتش که بچم هر ساعت تو باید گردنت شویی سر روت شویی کوچه برآمدی حقارت نکن. وقتی که مادر این چیزا رو که نمیداند انیق و خیلی فرزند تربیه کرده میتواند. برای همون میبیاید اساسا فرزندای ما تربیه کوچگی داره. فهمیدید؟ یک انا پداگوگی اوروس است گفته است که میبخشید روسی کرده گم میزنم. من حرکت میکنم که در وقتی گپ زدنم کلمه روسی را استفاده نبرم. یکی مجبورم گفته است تو семья годами делает, улица может за неделю все спортить. То есть чизи ки оила солош хатим мекунад куча дар як ҳафта метавонад вайронаш кунад.
وقتی که برآمد در کوچه فقط حقارت، فقط رفتاری بد، فقط کرداری بد از کجا و آداب یاد میگیره. خب اما درست است. اعتماد این چیزایی خود ما درباره کاسموس چیز گپ میزنیم که مردم ما بسیار چیزای عادل نمیدونن. برای من اعتماد است. همون پروگرام ماتونده حرکت کنه که چیزای عادل مردم فهمونه. بسیار بعد تشکر. فقط آدم آزاد پیش رفته میتونه. باید مردم ما آزاد باشد، آزاد فکر باشد، در همه کارش رفتارش آزاد باشد. انا همون وقت ملت پیش میرود. ملتی که آزاد نیست و یگان وقت پیش نمیرود. شما را یک خط کشن رو همین خط بیا رو بیا شما فکر کرده را گم میکنید. برای که از حسی از نام شما همه چی تیار است. برای که همون رند رفته آمدن باید شما فکر کنید که من همین رند روم چی میشه، چی خیل میشه، کدام گجاش مثلا تیپه است، گجاش پست است. همین چیزا رو باید چیزای عادل شما دانه. خواهرجان من گپم بسیار ایو، خیلی به همین گپم تمام. رحمت کلان با پروگرامتون. همه وقت سلامت باشد خواهرجان. شما هم سلامت باشید. تشکر برای ابراز نظرتان برادر. درست است، اعتبار خلق به دیر در لباس افتاده است ورنه خون یکسان بود در پیکر طاووس و زاغ. میرزا بدل دهلوی میگوید درست است، نوابسته از طرز لباس پوشی است، نوابسته از دین و از مذهب و از ملت و زبانش. مردم باید آزاد باشند، در کشور دموکراتی زندگی کرده آزادانه فکر بیان کرده توانند. من از یگان نفر هرگز رنجور نیستم، چون که هر کس در فکر خود صادق بوده همان را درست می شمارند و هر مغز موافق همان مفکوره خودش دایره درک و دایره قبول و دایره فهمش دارد. بوعلی سینا میگوید که 80% تربیه فرزند، خصلت فرزند، رفتارش، فرهنگش، معنویاتش وابسته به مادرش. علم معاصر باشد امروز الکی ثابت ساخته که 85%، یعنی 85% کودک، تربیه کودک بر مادرش وابسته. درست است، پدر همینقدر که سیاست میکند، باقی سواد گرفتن او هم بر مادرش وابسته است. و برادر درست قید کردن، مادر تاجیک باید سوادناک باشد. بود سوادناک، زمان چه زیل پیش رفت که همون سواد بالا نیو بر لباس و بر جهاز و داده شدیم. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش رو بینه، چی میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ سعدی بزرگوار گفته است. خب من هم بسیار حرف زدم، زنگ رو قبول میکنیم. بله، از موضوع نروید بیرون. در یاد پدر. السلام علیکم. و علیکم السلام. دادر جان بفرمایند، حرف زنید. ما در پخش مستقیم شما قرار داریم؟ بله بله درست. تشکر زیاد با کلی شنوندگان شما و با کلی کسانی که از طریق پخش مستقیم این ساعت ها ما را گوش میکنن. راجع به صحبت و سخنی که الان برادر حاضر صحبت کردند که ما باید فرزندها را به سواد کنیم در جامعه، باید به فرزند سالم. پیش از همه ما باید مادرها را با سواد سازیم در جامعه. زنها، یعنی برای چی مادر را عرب میگوید؟ برای آنی که در اصطلاحات قرآنی پایتخت استفاده شده است. القری، مرکزهای شهرها. اگر هر لحظه هر ساعتی که پایتخت فساد شود، کلگی دیگر شهر و ناحیه ها و تابع های اون مملکت همش خراب خواهند شد. پس درست قید کردن که پیش از اونی که ما اگر میخواهیم یک جامعه سالمی را برقرار کنیم، یک جامعه سالمی را ما بسازیم، حتما ما باید از نسل، از مادرها، از زنهای جامعه باید چیکار کنیم؟ خوب اینها را در راه
علمداری، علمناکی، سوادناکی اینها را بلند برداریم. بله درست. زیرا که اینها آینده به جامعه، نسلی را به جامعه همین مادرها تقدیم میکنم. بله درست. دیگر از این که سوادناکی، بله دیگر از این که راجع به گپ برادر که آید به دموکراتی مملکت، آید به آزاداندیشی مملکت هست، این دیگر به هر یک شخصیت به خودش وابستگی دارد. بله. هر انسان امروز در جامعه اگر نگاه کنیم، بعضی ها مفکوره کشاد، بعضی ها مفکوره تنگ دارند. بله بله. پس این برنامه مادامی که برنامه سیاسی نباشد، نباید مداخله کرد به سیاست. بله بله. وقتی که برنامه در برابر امروز از طریق رسانه اجتماعی وجود دارند، برنامه های سیاسی بسیار مرحمت میتوانند که در این برنامه ها چیکار کنند؟ برآمد کنند، هر کس فکر و عقیده خودش آزادانه بگه. اما نمی شود که امروز همه برنامه ها را دیگه مخلط به سیاست کنیم. بله درست. نمی شود دیگه. همه جایی را که اگر نگاه کنیم، هر دولت و هر مملکت پیشرفته دنیا را وقتی ما نظر بکنیم، اول فرهنگ، ولایت فرهنگ شد، بلند بودن فرهنگشون اینا را به جای رساند. اینا از فرهنگ، از دانش به جای رسیدن. به قولی انا اقبال لاهوری هم صحبت کردن، گپ میزنن که همین پیشرفتی اروپا را برای ما و شما بیان کردن، همش از فرهنگ، از دانش با وجود آمدگی. نمی شود ما امروز هر یک کس دیگر ببرویم، هر یک برنامه را، هر یک چیزی را که به فرهنگ وابستگی داره، یک برنامه دیگر در کار که برای کشاورزا باشد، یا برنامه دیگر در کار که برای گیولوگا باشد، یا برنامه دیگر در کار که برای دیگر متخصصا باشد، تا که در هر یک ساحه یک برنامه باشد. همه برنامه را ما نمیتونیم که امروز آمیخته به سیاست کنیم. درست است. بله. سیاست اگر این قالب دولت باشد، فرهنگ و معنویات این شیره وی، لذت وی، رنگ و بار وی، فرهنگ باید پیشرفته باشد. فرهنگ هم یک شاخه بزرگ سیاست همان کشور است. یاد دارید وقتی اسکندر مقدونی تا ایران زمین هجوم کرده آمد با 2 نفر مصلحت دهانش، و چون با حالت ایران شناس شد با سرزمین فارس و گفت این جای را ضبط کردن خیلی دشوار است، این مردم فرهنگی والا دارند و مردمی که فرهنگی والا دارند محبت وطن در دلشان آنقدر پایدار است که تا جان ندهند، تا سر ندهند، کشور نمیدهند. انا همین خیل مردم. بله جان، یک چیز فراموش نکنیم، راویه محترمه که ما تاجیکان، فارسا، ما بدانیم که ما فرهنگی، منتالیتت زندگی ما دیگر است. نباید ما به دیگر ملت هایی که نه مدت 60 70 سال 80 سال شد دعوای تمدن و دعوای دولت، دعوای سیاست دولت داری میکنن، ما با آنها تقلید کنیم. ما ایران نمیتونیم کرده هیچ محل، برای که ما اصل فرهنگ خود داریم. هر کی کو دور ماند، مولانا میگه در مثنویش کو، هر کی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگاری وصل خیش. اگر ما از اصل خیش اگر دور بمانیم، اگر دورتر بشویم و دور برویم، هر آینه، هر لحظه، روز تا روز ما به زینه های پستی سقوط میکنیم، نزول میکنیم، پایان میرویم، هیچ محل بالا نمیرویم. درست. بله. پس هر آینه باید ما به تقلید، به فرهنگ و فراموش نسازیم. هیچ محل فراموش. این توسط این پخش مستقیم صدای من میشنوند کسایی که در برنامه اشتراک دارن، اینا ما فراموش نکنیم که در برابر دموکرات بودن، در برابر هر قانون و هر چیزی که
ما مردم تاجیکستان صاحب هستیم، در برابر ای همه ما فراموش نکنیم که ما مردم مسلمان هستیم. بله بله. ما مردم مسلمان هستیم، به مانند که اگر ما بخواهیم مثل ایه که ما به مانند اروپا پیشرفت داشته باشیم، چی در ساحه کشاورزیمون، چی در ساحه تمدن و فرهنگمون، چی در ساحه گئولوژیمون که تاجیکستان مملکتی کوهسار است، گئولوژیش باید امروز در دنیا یکم باشه. انا مملکتی آب و هوادار است، باید انا کشاورزیش باید پیش باشد در مملکت، در کره زمین. در همه ساحه اگر ما بخواهیم که چیکار کنیم، دانشمند داشته باشیم، متخصص داشته باشیم، باید یک چیز فراموش نکنیم که اتحاد یک بسته باشیم، یک جمع باشیم، گپ یک دیگر را گوش کنیم، فقط با آموختن علم، با آموختن و برگشتن به اصل خویش. با این تقلیدهایی که امروز وارد شدگی هست، با تقلیدهای غرب و با تقلیدهای دیگر، این بجز باز من میگم که ما تقلید فرهنگ اینا نکنیم، ما تقلید به یک چیز، به علم اینا کنیم. شرق را تقلید غرب برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. انسانی که خودش تعلیمات فرانسه را گرفته گیاد، تعلیمات فرانسه را گرفته است، برای ما و شما مردمش مشرق گفته است که مردم لااقل آخی علم کنه و مخت تقلید نکنید. شما با علم مردم اروپا غرب و با مردم پیشرفته تمدن دار دنیا با علم شما تقلید کنیم و علم بگیریم و متخصص شیم و یک بسته شیم برای پیشرفت مملکتمان کوشش داشته باشیم. در هر کار نباید برادرایی که همین داخل میشوند که ای گپ بگو او گپ بگو ای گپ بگو او گپ بگو، نمیشود. این کارم یا برنامه را در مخالطی به دیگر کار کردن، ایرم از کمال ادب بیرون است. گوش کنیم، فرهنگ ادب بگیریم. ادب هم چیزی خوب است. ادب با در شاخه اول است. اوزی که به ادب باشی، به علم باشی، در دو طرف به یک کوری به اسایی. ها بله. ادب نور است از تاج الهه. درست. بیت از محمد اقبال لاهوری وقتی آوردید، هنگام با شاعر آلمانی بحث میکند این بیت را گفته بود. در آنجا یک حرف زیبای هم هست، میگوید بر شما آوردم پیغام شرق، ماهتاب ریختم بر شام شرق. بسیار یک معنای نفیس و معنای زیبای دارد. بر شام شرق ماهتاب ریختم که از آنجا پیغام آوردم بر شما. خب بسیار تشکر برادر. ما از موضوع فرسخ‌ها دور رفتیم به فکرم. شنوندگان عزیز، عمر برنامه ما وابسته به لایک های شماست. هر نفری که وارد می شود تماشا می کند، فراموش نکنید که تگمچه پیسند را پخش کنید. به روسی میگویند لایک پخش کنید. حالا عیناً به تاجیکی ترجمهش نیست. خب موضوع ما در یاد پدر بود. دلم غم ادا شد پدر جان بیا، با مهرت گدا شد پدر جان بیا. همان کرته وقت دامادیت به قدم رسا شد پدر جان بیا. پدر جان هایی که در مهاجرت هستند، دیدید یک خواهر جان زنگ زده چقدر آبی دیده ریختند. او هم در یاد پدر از نام فرزندکانش حرف زد. معلوم که نه فقط فرزندان شما را پزمان می شود، همسر مهربانتان هم، حق و حلالتان هم در خاندان انا همین خیلی انتظار شما هستند. و خیلی در آغاز برنامه گفتیم اولین ضربه روانی که از همین مهاجرت طول 30 سال باز ادامه دهنده برمیخورد بر کودکان میرسد که از مهر پدر کمبودی دارند، به مهر پدر زار کلان می شوند. و خانواده های هم هستند که امکشان از روسیه می آید، پدر گفتن می خواهند یا پدری خودشان را امک گفته هم می مانند، نمی شناسند. 3 سال 4 سال 5 سال نرفته به وطن برگشته پدرهای هم هستند. و مقصد از امروز همین خیلی موضوع را انتخاب کردنمون همین بود که پدر جان ها می توانند به اهل خانوادهشان ترک شبکه اگر زنگ زده یک سلام و درود میفرستادند، تسکین دلشان را میدادند و میگفتند که کمتر ماند عمر کرانتین برمیگردیم. خرسند میشدند فرزندکانشان
میگفتند و جوره ها دادای مرا دیدی در یوتیوب در برنامه پرنده های مهاجر به ما سلام گفت. خب از شما چی میرود؟ یک زنگ کفایه است که دلشان را بردارید. زنگ میزنند به ما. الو. السلام علیکم. و علیکم سلام برادر. بفرمایید چی گفتن میخواید؟ بله بله. بسیار برنامه معقول شد. بسیار برنامه خوب است جون. خب ممنونم. مادرم بسیار تماشا میکنم. اوج سیم برنامه شما قریب هم شدم. انتظار میشه که گوش کنم و تماشا کنم. خب من هم پدرم در مهاجرت از وطن زنگ میزنم. پدر ستونی خونه‌دان است. کی پدرش یاد نمیکنه؟ کی نمیخواد پدرش تاجیکستان دا باشه؟ بله البته البته. هر کس ها یادی پدر خیلی ستونی خاندان است. درست است. همین فرزندای تاجیک مقصد فقط همون مهری پدر رو یا بعد پدرم گویا یک خیلیش مهر نمیکنه حسابی. بله. الو. بله ما شما را گوش میکنیم. بسیار سخنها به دردند و پرمضمون هم هستند. به حد بهترین اپا جون دوامش دین. خیلی سلام به همون برو. بله بله. زنده و سربلند باشه. تشکر زیاد. بسیار ممنون هستم. از وطن زنگ زدند. صدای هموطن رو شنیدیم. از مهاجرت هم زنگ میزنند. صدای هموطن است. اما از وطن چه خیلی یک آهنگ یک غرور وطنداری میدهد به فکرم. خرسندتر میشود آدم از وطنمان زنگ زده ایستادند. و اگر من هم همین برنامه رو سیاسی میکردم شاید برای از وطن زنگ زدن کم استیلا میکردن، دور میگرفتن، میترسیدن. شاید آخر باعث ترس هم هست از آنجا زنگ زدن به برنامه سیاسی. نه هر کس جرأت کرده میتواند. برای همین هم فرهنگ رو پیش گرفتیم، معنویات رو پیش گرفتیم. امروز برنامه در یاد پدر است و بیایید از برنامه دور نمی رویم. تگمچه لایک را پخش میکنیم، زنگ میزنیم، درباره پدر حرف میزنیم. مرحمت. الو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. برادر هستند، دادر هستند، شبکه از شماست. رحمت اپا جان، این برنامه شما برای پدره یا؟ بله بله بله. رحمتی کلام بگذار. یک سال می شود پدر مگذاشتن شده همین شهر غربی. افسوس که ندیدیم مرگ پدر. خیلی برنامه خوب اپا جان، ما از شما مینت داریم. بگذار همینطوری برنامه های پدر و مادر تعلیمی بسیارتر شود. خداوند از شما راضی باشد اپا جان. در یاد پدر شدیم خانی جگر. افسوس افسوس میبینیم مرگ پدر و مادر از دست غریبی. بله من شما را درک میکنم. دادر جان وقتی که به سفر می روید گرد دسترخوان همه خویش تبار جمع می شوند برای گسیلتان می آیند. پدر دستکان پیر و لرزانش را می بردارد، دعا می کند صحت رفته سلامت برگردی گفته آمین می کند. خدا فقط می داند که همان دستکانی برای آمین برداشته شده پدر را برگشته می آید. می بینید یا نه؟ درست است. بله بله اپا جان. بله. به نام الله بخشنده مهربان اپا جان رفتم. هر دفعه مادرم پشواز میگرفت به دست شاد به چهره خندان. وقتی که اخیرا رفتم مادرم را ندیدم خیال کردم که از دنیا هیچی ندیدم و این نیستم. این بزرگی پدر مادر هیچ که دیرو نمیکنه در آینده. بله بله. جای پدر مادر هیچ که دیرو نمیکنه. مال و دولت بیابی هم پدر مادر نمیابی. از ایشان بهتر در این دنیا نه رهبر میابی، نه همراز میابی، نه دوست میابی. بهترین دوست و قدردانترین قرینترین دوست و همصحبت خوب این پدر مادر هستند. درست است. خب برای کارش مادر جان تن صحت و خانه آباد باشید. بگذارم تری برنامه زیادتر شد جان. ما به حد خرسندم از برنامه شما. تشکر زیاد. خب البته گفته های شما رو به این نوبت میگیریم. پرنده های مهاجر است. یک بار دیگر خاطر رسان میکنم. میدونید مردها یک عادت دارند
وقتی که همین پسرچه شوخ می شود رفتارهای عجیب پیدا می کند همین رفتارهایش را به جورهایشان گفته کمتر افتخار می کنند. یک پدر بودند پسرچه تربیه کردند پسر کلان شده است قدر است به وای رسیده است بعد پیش جوره ها جیغ زده گفتند کنی جانی داداش جانی پدر کنی برخیز راست است بعد گفته است اکنون به من گوی باری اول در نزدشان نشانده شنانده همین پسرک را به کتفش دست مانده گفتند جانی پدر در همین دنیا بزرگترین آدم کی است؟ پسرک به پدر نگاه کرده گفته است من دیگه پدر جان من بزرگ. پدر در حیرت مانده از تربیه دادش کمتر شرم داشته سر خم کرده گفته است جان پدر من در نزد جوره هایم از تو سوال کرده ایستادم در دنیا بزرگتر کی برای تو خودت یا من؟ پسرک باز گفته است البته من بزرگ هستم. این دفعه پدر کمی جهل کرده کمی خشمگین شده بعد گفته است از جایت برخیز چی؟ پسرک از جای برخیسته در نزد پدر در نزد جویره های پدر ایستاده است و از همان غضب پدر از خشم پدر کمی هراسیده سرش را خم کرده است و پدر گفته است اکنون بگو من به تو 2 بار سوال کردم در دنیا بزرگتر برای تو کی بزرگ است کدام انسان تو چی گفتی؟ پسرک گفته است دادا جان پدر جان این شما هستید بزرگ. بعد پدر گفته است چرا مراتبه اول پرسیدم مراتبه دوم پرسیدم خودت را بزرگ حسابیده؟ پسر گفته است مراتبه اول و دوم شما دست مبارکتان را در کتفم داشته بودید و من البته بزرگ بودم و وقتی که شما دست مبارکتان را از کتفم گرفتید قناتم شکست و من دیگر بزرگی را احساس نکردم و من برای آن خود را بزرگ گفتم که با آن نیت که دستتان از کتف ما دور نشود همیشه سایبان سرمان باشد همیشه سیلگر کتفمان سیلگر سرمان باشد سیله کنید سرمان را و تربیت دهید ما را. انا باز هم درباره پدر گفتیم به فکرم برنامه کمی آرام و غمگین رفته ایستاده است زنگ زنید یک سلام و درود دیگر بجوشان به پدر جان ها یا اینکه پدرها از مهاجرت با فرزندکانتان میرساندید خیلی خرسند میشدیم. مرحمت پرنده های مهاجر است زنگ میزنند قبول میکنیم. بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله دارم گوش میکنیم. اپا جان همین موضوعتون بسیار موضوع دردناکه. من خودم پدر هستم. پدر همین فرزندان خطی به تماس میگیرم با ویدیو ویز و با تلفن که نمیتونم با آغوش گیرم فرزندان خدا وقتی که اماکی فرزنداش در آغوش میگیرن یا همسایه و پدرشون میگیرن در آغوش میگیرن و یکون کار میکنن با فکرم با اون فرزندان یکون تاثیر یکون چی میشود یکون منم میکند یکون چی میکند که پدرش در نزدش نیست. بله البته یک موضوع دردناک است برای شما یک پیشنهاد داشتم آقا جان. خب البته بفرمایید. در تاجیکستان همی اینترنت های هستند که اینترنت کمتر پرابلم است برای همی زنای مادرای ما خواهرای ما برای تماشا کردنشون همی پخش مستقیم تو یک باره همی یک باره در اینستاگرام و تلگرام هم یک جای براه میدفته با بهتر میشد چون که اینستاگرام تلگرام اونجا یک خیل چیزای اینترنت تعریف با بیز لیمیت هست یعنی رایگان هستند میتوانن و هم شما تماشا کردن. بهترین پیشنهاد البته راه اندازی میکنیم این بهترین پیشنهاد بود. خب خوب میشی دادر جان سلامت باشد. بله از متصدیان همین برنامه البته خواهش میکنیم که همین پیشنهاد دادر را به اینابت گیرند و آنچه فرمودند اگر قبول کنیم مادران ما هم از وطن خواهرکان ما هم زنگ زده میتوانند هم گوش میکنند مستقیما هم زنگ زده راز دل خود را گفته هم میتوانند. زنگ دیگر را قبول میکنم. بله الو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام دادر جان. شبکه از شماست، چه گفتن میخواهید؟ این پیام پرنده های مهاجر. بله، پرنده های مهاجر. دوباره ماه به در شد چرا نمی آیی، دوباره ماه دیگر شد چرا نمی آیی. پرنده های مهاجر بلانه برگشتند، دوباره چه چه سر شد چرا نمی آیی. زنگ قبول میکنیم. مرحمت. الو. بفرمایند. السلام علیکم. الو. بله دادر جان، گوش میکنیم شما را. سلام علیکم مادر بزرگوار. و علیکم سلام. می ندارم بسیار هم. ما خیلی ها شادیم از این برنامه شما. ما خیلی ها ما مسافران مهاجران منت داریم. منت دار هستم که گوش میکنم. الله مهربان شما را در پناهش نگاه دارد. ما شما را در قطار مادران خود می حسابیم. ما خیلی منت دارم شما مادر عزیز. خب در قطار شما من هم پسر دارم که در مهاجرت کار میکند. بسیار تشکر دادرم، بسیار تشکر. میخوایم که بسیارتر همین برنامه شما به مردم زیادتر رسد. خب برای آنکه اکثریت مردم در مهاجرت برای همین مادر عزیز. البته اکثریت مردم، هر آن نفرانی که امروز پای رزق و روزی ملت را کشانیدن، کمر همت بستند، باری گران زندگی را بر دوششان برداشتند، رفتند به هجرت، اینها البته تشنه یک مهر و محبت هستند که نسبتشان یک قدرگذاری کرده شود، اجرگذاری کرده شود. درست میگویید. بله، نیم زیادی وطن در هجرت شاید باشد. میدانید من از چه غمگین میشوم؟ خیلی ها میروند بر نمیگردند، همسران و فرزندان خود را میگیرند میروند بر نمیگردند، چون که میدانند که برگردند روزشان خوب نمیگذرد و خب رفتند رزقشان در آنجا، بر نگردند در آنجا هم زندگی میکنند. اما تأسف آورش این است که از وطن بیشتر مغزهای ملت فرار کرده ایستادند. بیشتر ادیبان، نویسندگان، ایجادکاران، عالمان، دکتران. در یک خبر خواندم در یک خود یمن چقدر دکتری تاجیک رفته کار میکرده است. زنگ هست به فکرم. بله گوش میکنیم شما را. الو. السلام علیکم. و علیکم سلام. چخیلی لپا جان نقل سازین؟ شکر خداوند کریم. در باری پدر میگن من در مهاجرت قرار دارم و هجرت کردم 6 سال از این رژیم خوناشم. 6 سال من پدرم رو ندیدم. 11 اپریل می بیاد، همین اپریل 6 سال می شود. وزنین است. وزنین است دادر جان. برای پدری بزرگوارتان، برای پدری بزرگوار اگر هر حرف پر محبت گفتنی باشد گوش میکنند. چه گفتنی دارد برای پدر جان؟ برای پدر فقط آرزو داریم که بر وقتر همین رژیم علی شود، پیش پدر مادر برایم به دیدار پدر رسیده باشد. یک محبت نامه اظهار میکنید برای پدر؟ دوست می‌دارید، احترامش میکنید و برای چنین آزاد اندیشه، آزاد فکر، برای صاحب فکر به وای رسانیدنشان یک منتداری خود را اظهار میکردید که شما دایره درکی وسیع دارید. مثلا لبای نفهمیدم. خب شما یک دایره درکی وسیع دارید، مثلا درک میکنید، میفهمید و این همه زحمت های پدر است. البته در خاندانی که فقط در برای پول، مال، متاع، خانه، جهاز قب میزنند، کودکان همین خیل کلان میشوند. چون شما را چنین به وای نرساندند. شما صاحب تمیز و عقل و یک درک رسا هستید. برای پدر جان یک منتداری خود را اظهار میکردید؟ بله، من هم وقت منتداری از پدر و مادر میکنم و اما وقت دعا میکنم که بر وقت پدر و مادرم رو بینم برم. خب ما هم دعا میکنیم، ما هم دستی دعا میبرداریم. دعای جمع. تشکر، برنامه خوب، برنامه خیلی با فکر انجام دادید. تشکر زیاد به شما و
کدام این برنامه را تشکیل کرده. رحمت. خب البته به همه متصدیان میرسانیم. این حال زحمت کشیده ایستادن در همین اتاق کاری که ما همین برنامه را پخش میکنیم. همه آنها فکر میکنند باز چی ها باید قبول کنیم، باز چی حرفا باید گویم تا بر شنونده عزیز پسند آمده باشد و آنها هم تکمه پسند را فراموش نکنند تا عمر این برنامه دراز باشد. هر قدر تماشا بسیار شود همان قدر ما میتوانیم برنامه را من بعد دوام دهیم. بله، السلام علیکم. گوش میکنیم شما را. الو. بله. سلام علیکم اپا جان. و علیکم سلام. گوش میکنم. امیدوارم که خوب هستین اپا جان شما. بله بله درست است. شکر خوب آفر. اپا جان اگر بسیار برنامه جالب است برنامه تون، اگر امکان باشد همین برنامه تون در یک هفته 2 مرتبه یعنی پخش مستقیم گذرانین بسیار خوب میشد. فقط برای برادران تاجیک، برای مردم تاجیک، کسانی که همین برنامه دا زنگ میزنن گفتنی هستم که برادرها التماس در اینجا برآمد کردین 2 دقیقه صحبت کنین، بگذارین دیگران هم زنها، مادرها، خواهرها و دیگران هم زنگ بزنن صحبت کنن. یک خلات زنگ میزنید، یک گازیتا پشت رو نخونین، یک 2 دقیقه 3 دقیقه صحبت کن، صحبت با دیگران تین و باقی در امان خدا باشین اپا جان. رحمت کلان بسیار برنامه خوب است برنامه. خب خرسند هستیم، ممنون هستیم که میپسندید برنامه رو. دیدید مردم فرهنگ دوست هم هستند، نفرانی که برنامه فرهنگی رو دوست میدارند. من این رو در نظر دارم، خصوصا مادر جان ها، خواهرکان عزیز که پروا و درک سیاست دارند. در مکتب ما نمیخوندیم درس سیاست شناسی را و ما هم سمت ادبیات پیش گرفتیم، این خیلی فن نبود. شنونده عزیز، برنامه پرنده های مهاجر است و موضوع برنامه در یاد پدر نام گرفته است و در همین محتوا طرح‌ریزی کرده برنامه را فرآمدیم. زنگ میزنند، قبول میکنیم. بله در خط سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله. برادر هستند، گوش میکنم شما را. مادر عزیز شما خوب هستید اینجا؟ بله تشکر. خیلی مندارم که این غمخوری نسبت مهاجران، نسبت برادران که باید از پدر از مادر خود فراموش کردن هستن. اصلا خیلی برادرها خواهش میکنم که برای این فرشتگان زمین خیلی جدی بگیرن، زنگ بزنن در کجای باشن یا در مهاجرت در کجای باشن، نسبت اینها اهمیت جدی بتیان که باور که خیلی اینها آدمان بزرگان. بله بله درست. پدر مادر خیلی یک سراینده میخوان مال و دولت بیابی، هم پدر مادر نمیابی. از آنها بهترین گوهر در این دنیا نمیابی. بله درست است. نعمتی که یک بار داده می شود. پدر مادر بله. نعمتی که یک بار داده می شود. درست. مردم میگن خاله به جای مادر است. بله. بله. چون مادران باور کنن به نهایت انتظارن، خود مادر خود پدر اینها به نهایت انتظارن زنگ فرزند را کی زنگ میزنه ما را، کی فرزند ما یادمون میکنه. از ما برادرانی که در مهاجرتن شاید ماها زنگ نمیزنه، شاید برادرانی هستن که سالها زنگ نمیزنن. این خیلی باور مصیبت است. از اینها خواهش میکنیم شاید این پیام ها را بشنوند، نسبت پدر مادر خیلی به انصافی نکنند. درست است. مهاجرت همین خیلی یک روزهای بی برکت دارد برادر جان. از سحر میبراید در ساحه ساختمان کار میکند، خودش ندانسته میماند که نصف روزی شد. یک 5 دقیقه کمتر دم گیرم با مادرم زنگ زنم میگوید برای استراحت میبراید، الکی بیند دقیقه گذشته است، زنگ نزده، فرصت کار فرا رسیده است، همین بیگاه الکی بیگاه آمده است، وقتی خواب خسته می شود تلفن در دستش میبیند یا نمیبیند خوابش میبرد و همین طور روزها میگذرند. پگاه زنگ میزنم، پگاه دیگر زنگ میزنم، گفته ریجه میکشد بر مادرش، دلش گم میزند و افسوس که لحظات میشوند که
پگاه دیگر مادر نیست، گوشی تلفن را از آن طرف دیگر کس میبردارد. وقت غنیمت است، فرصت غنیمت است. بای ندهید وقت را. بر پدر امروز یک بار زنگ زنید و برایش تشکر گویید که جوان مرد به وایه رسانید شما در هجرت هستید، یا اقلا به فرزندکانتان یک پیام فرستید، چون موضوع برنامه در یاد پدر است. اگر در خط علاقه زنگ است قبول میکنیم؟ بله. الو. بله گوش میکنیم خواهر جان. الو. بله بله خواهر جان گوش میکنیم شما را. السلام علیکم. و علیکم سلام. خواجو نازین سوزین. خوب تشکر. کدام برنامه است میتونید؟ برنامه در یاد پدر. ها بله، در یاد پدر پرنده های مهاجر. یوتیوب خود را خاموش میکردید خواهر جان؟ صدا به هم بر میخورد؟ موجها به هم بر میخورد؟ خاموش کردیم. من هم بسیار یک تشکر. مهاجر هستم، ساید 3 فرزند. طول 18 سال می شود که در شهر مسکوی فدراسیون روسیه هستم. در اینجا کار فعالیت میکنیم. من هم مثل دیگر برادرانی که گفتن از وقتی که من در اینجا بودم پدرم از دنیا گذشتند و من نشد که با چیزی پدرم روانده با معرکه دفن. با دفنی ها، با دفنی پدرم روان برای اون که وقتی شب با من زنگ زدن که پدرت از دنیا گذشت، ما دیگر وقت نداشتیم که بلیط به اون روز گیریم و من پرواز کده رفتم. از همین جهتی به چیزی که ما بلیط نیافتیم پدر محرومم رو ندیدم دیگر. از آخرین دیدار به نصیب ماندن بله دردناک است. دردناک است. فقط در نمازهای خود دعا میکنم که الها روحی پدرم همیشه شاد باشند و در قبر آزادانه باشند. خب آخرتشان دعای ما همین فرزند. وقتی که پدر از دنیا گذشت ما ندیدیم، فقط ما با بالای جای نماز می نشینیم و در حق پدر خود دعا میکنیم که الها رویش شاد باشد. گر از دست ما یگان چیز نمی بیاد. درست است. به جز دعا از مردن پدر من 10 سال هم گذشته باشد، لیکن پدر هیچ وقت از یاد فرزند نمی رود. هیچ وقت. وقتی که من بعد مردن و خود پدرم به خانه رفتم فکر میکردم که آزی پدرم از در می درآید و من رو به آغوش میگیرد که دختر من آمد. لیکن افسوس که دیگر دیدار پدرم رو ندیدم. بله افسوس. برای همین از شخصانی که پدر و مادرشون در حیات هستند التماس میکنم که فقط پدر و مادر خود را حرمت و عزت کنند. چیزی که پدر و مادر گویند به سر پدر و مادر خود داد و فغان نکنند. من در حق پدر و مادر خود و مادرم باشد در قید حیات هستند، لیکن من یگان روز نشده است از یگان مثال آدمایی نفهمیده بودم که پدر من از ما ناراضی باشد. ما 8 فرزند در عائله هستیم، بسیار حرمت و عزت میکردیم پدر مادر خود را. تا حال مادر خود را حرمت و عزت میکنم. اگر روز به مادرم زنگ نزنم فکر میکنم که چیزی رو گم کردم، یا که ساعت از کارم بیایم ساعت 10 11 هم باشد زنگ میزنم که مثال به برادرم مادرم خوب است سلامتیش چخیر، مثال خوب دیدم که مادرم چخیر است همش نقض اپا جان یگان فکر نکنید پگاه شود روزانه البته به شما زنگ میزنیم با مادرم گپ میزنی یگان فکری وی نکن. برای همین این پدر و مادر یک چیزی هست که نایاب. بله بله درست است. یک روز میشود که زار دیدارشان، زار گفتارشان، زار یک تبسم ملیح مادر جان شدن ممکن است. درست است. گوهر نایاب است پدر. برای همین میخوام که 4 مصرعی که برای پدرم بسیار وقت همین در نزد اپاهای همین وی رو میخونم که تو رو هر چند میکوبم و گفتن من نمیوبم ز هجرت دیده پر آبم پدر جانم کجا رفتی. تشکر زیاد اپا جان. در کارهای نوتان واقعیت ها آرزومندم. بگذار برنامه های بسیار
برنامه های شما بسیارتر شوند درباره خواهران و اکا و برادر و خواهر و مادر و همین اویله ها درباره همین اویله ها بسیارتر برنامه های شما زیادتر شود. در کارهایتان موفقیت میخواهیم. تشکر. بله، موضوع آینده ما هست. من الان فکر کردم که درباره فرزند باشد، درباره خانواده، اویله، فرزند. درست است، یک موضوع خوبی آماده میکنیم، پیشکش شما میگردانیم و یک مکتوبی هست که بسیار هم پر محتواست در این برنامه قرائت میکنیم برایتان. خواهر جان تشکر زیاد برای زنگتان. درست است، خاطررسان کردن در وقت زنده بودن شخصیتان خاندان را، چنار سایبان و چراغ نوربار این هر یک خاندان را احترام کنید، زنگ زنید، غنیمت است، حرف او را گوش کردن و احوال پرسید. تا پدر هست فرزند خود را کوچک حس می کند، بعد مرگ پدر درک می کند که وای الکی کلان است، وای الکی سرابان ندارد، الکی دیگر سرش را کسی سیله کرده، کتفش را کسی با دستان مهربانش داشته نمیگوید که جان پدر که بزرگ من یا تو. خب بزرگ همه شما باشید. شنوندگان عزیز، بینندگان، تماشا بینان عزیز، ما شنوندگان گفته عادت کردیم، تخصصی کسب ما همین بود. بله، زنگ دیگر را قبول میکنیم. الو، خاموش کردن به فکرم. برنامه پرنده های مهاجر است. فراموش نکنید لایک شما این دوام دهنده عمر برنامه ما است. هر قدری که تماشا بسیار میشد و همین پخش کردن تگمچه لایک بسیار میشود، تگمچه پسند بسیار میشود، البته ما این برنامه را من بعد هم ادامه داده میتوانیم. بعضی کلمات با تاجیکی ترجمه شدن، تگمچه پسند مثلا کسی نمیفهمد لایک گوید میفهمند. انا همین خیل دوچرخه گوید درست نمیفهمند، ولسیپید گوید. بعضی کلمه ها عادت شدند که از زبان غیر قبول کرده تلفظ کرده باشیم، اما به حد خوب میشد اگر به تاجیکی خودمون عادت میکردیم حرف زنیم. بله، زنگ میزنند. الو، بله شما رو گوش میکنم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام خواهرک شیرین، بفرمایید، شبکه برای شماست. سلام به کل مسلمانان، سلام به کل تماشابینانی که ما رو گوش میکنن. من یک مادر تاجیک همین برنامه شما رو گوش کرده، از حیات خودم با قلم خودم یادم مصر شعر ایجاد کردم، میخوام اما رو قرائت کنم. پرنده های مهاجر دوباره برگشتند. منم یک جفت مهاجر که 30 ساله عمر من به رهپایی ها گذشت، با خاری و کشاکش و تنهایی ها گذشت. هم مرد خانه شده و هم مادری طفلکام. شبهای تنهایی من با گریه و دلتنگی ها گذشت. روز مشغول کار و مال زندگی بودم، عمرم در آغل با گاو و گوساله ها گذشت. سنم در 60 رسید و دنیا مثل باد گذشت. این عمر من افسانه شد و مثل خواب گذشت. بسیار شعر پرمضمون. خب شعر سفید گفتن ممکن است در چهارچوبه نظم نباشد، هم مضمون بزرگ داشت و درست است، شعر سفید بود و شعر خیلی پرمعنا بود. تشکر برای شما خواهر جان شیرین. توانستند که درد دلشان را در کاغذ بیارند. تشکر. گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است. این محمد اقبال لاهوری گفته است در شیرینی زبان هندی را اگر شکر گوییم اگر دری از آن شیرین تر، یعنی اصل بوده است. خوب است که ما با زبان فارسی دری حرف میزنیم. زنگ میزنند. بله. الو. الو، سلام علیکم اپا جان. و علیکم سلام، گوش میکنم شما را. اپا جان الان نگهبانتون باشه با اینقدر برنامه خوبتان. خب بسیار خوشحالیم از این برنامه زیباتان. خب درباره موضوعتان درباره پدر و مادر هستم. بله، پدر، در یاد پدر.
در یاد پدر. ما هم یکی از مهاجران هستیم، مدت 1 سال زیادتر شده همه مهاجرتیم. به نهایت نه اصلا وقتی که ما خرد بودیم پدر یا که مادر ما را به کار امر میکرد یا که به چیزی میکرد بسیار خفه میشدیم، بسیار دل شکسته میشدیم، ولی که خون پدر شدیم بعدا به قدر پدر زیادتر رسیدیم. واقعا پدر یک نعمت بسیار پرگنج است در روی دنیا که یگام نعمت دنیا گمان میکنم برابر این شده نمیتونه، برابر نعمتی که پدر و مادر هست نمیتواند باشد. خب برای کسی جایگزین اینها شده هم نمیتواند. بله چون که پدر، حتی ما روایت ها داریم که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که هر کسی که در زندگیش پدر و مادر را می‌یابد و جنت داخل نمی‌شود خب هلاک باد، یعنی بینیش در خاک باد، یعنی هلاک باد که هر کسی که در زندگیش پدر و مادر را دریاب میکند و ولی جنت داخل نمی‌شود. یعنی پدر و مادر، اصلا پدر و مادر این یک سببی است برای وارد شدن ما بهشت و موفقیت ما در دنیا و آخرت هستند واقعا. بله ثمره عمر ایشان نیز ما هستیم، ثمره زندگیشان، ثمره زحمت هایشان در زندگی. درست است. بله بسیار درست. بنابراین برای تمام مسلمان ها و برای تمام برادران و دادران و همه برادران گفتنی هستند که به قدر پدر مادر برسند. واقعا بسیار گنجینه پربها است که اگر انسان اصلا وقتی که نعمت از دست میتیند الله اون رو یک نعمت میتید، خواه پدر مادر باشد خواه دیگر نعمت باشد، وقتی که الله او را میتید در وقتی که پدر مادر نعمت در دستش هست به قدر نعمت خوب نمیرسد. هنگامی که نعمت را از دست میتید بعداً بعد بسیار پشیمان میشد و افسوس میخورد که چرا نعمت را استفاده نبردم، ولی دیر میشد برای اون. بله درست است. نعمت ها را برقرار کردن ممکن است اما نعمت پدر مادر را دشوارتر نه، ناممکن است. بله درست گفتید، بسیار هم درست گفتید. به نهایت در وقتی ما در هم جامعه خمان بودیم در داخل به نهایت روزهای آخر احترام پدر و مادر و مقام پدر و مادر از جامعه ما خیلی دور شده است. خیلی از پدر و مادر ما، یک پدر و مادر تاجیک ما خیلی احترام به نهایت مکان و منزلت پس رو گرفتن. نمیدونم از جهت اخلاقی باشد، از جهت تربیوی باشد، نمیدونم چی است که خیلی پدر و مادر ما در عذاب و بگیم در یک به احترامی قرار دارد. پدر مادر عینی حال در زمانه درست است. ما کودک بودیم نگاه پدر کفایه بود که درک کنیم پدر چی گفتن میخواهد، سیاست نگاهش کفایه بود که ما بیرون شویم از خانه یا گوش کنیم پدر چی میخواهد. اما عجب این که امروز پدرها برابر فرزندان گپ میگذارند، فرزندان هم برابر پدر بالا میآیند، فهماندن میخواهند که پدر خطا کرده ایستاده است. درست این گونه حالت ها هم میشود. زنگ میزنند یا خب بله فهماندن میخواهند که پدر خطا کرده ایستاده است. درست این گونه حالت ها هم میشود. زنگ میزنند یا یوتیوب خود را خاموش کنید، ما صدای خود را میشنویم. خب هنگامی با ما در تماس میشوید ما زنگ شما را قبول میکنیم. البته یوتیوب شما باید خاموش باشد چون موجها با هم برمیخورند. ما برعکس برگشت صدای خودمون را میشنویم و دیرتر میشنویم. شنونده هم ناهنجار میشود، دلش غش میشود که از نو باز هم ما را میشنود. خب فراموش نکنید دکمه لایک را پخش کنید، هر قدر لایک بسیار شود همان قدر گفتیم باز تکرار میکنیم عمر برنامه دراز میشود و در خزینه یوتیوب می ایستد. همین برنامه باقی میماند، تماشا میکنند. شاید همین گفتار شما را فرزندان شما بعد کلان شدن هم تماشا کنند. یک وقت پدرمان بله زنگ میزنند. الو بله برادر گوش میکنیم. سلام علیکم. و علیکم سلام.
خوب هستی اپا جان؟ تنج هستی؟ بسیار تشکر. این برنامه پرنده های مهاجر است و میدانید موضوع چیست؟ موضوع در باره پدر است با فکرم خیلی. بله، در یاد پدر. خب درست تر کردید. و حرفی گفتن میخوان درباره همین بزرگان زندگی، بزرگواران زندگی؟ شبکه از شماست برادر جان یا دادر هستند؟ شاید خاموش شد تلفنشون. گپ زنید. الو. بله گپ زنید. السلام علیکم مادری عزیز. و علیکم سلام. خب شما در خط علاقه قرار دارید؟ زنده باشه، زنده باشه. شما هم تشکر. ما با شما افتخار میکنیم، برای حجابتون افتخار میکنیم. خداوند نگهبانتون باشه. ما همه شما را دوست می‌داریم. برنامه پدر است. خب پرنده های مهاجر است. موضوع پدر، در یاد پدر. به خاطر پدر، افسوس که پدر نیست. من همه پدر را دوست می‌دارم، مادر را دوست می‌دارم. نگهبانتون باشه، سربلند باشه. همه وقت میخواهم که الان خیلی مادرای ما با حجاب برآمده گپ زنن. ما با شما فخر میکنیم، افتخار میکنیم. الله نگهبانتون باشه. تشکر برادر جان. خب این هم یک فکر بود، یک اندیشه بود، یک ابراز نظر بود. درباره پدرها گپ زده ایستاده بودیم، در یاد پدر حرف زده ایستاده بودیم. همان فیلم در آرزوی پدر خیلی مشهور شده بود در کشورهای همسایه، هم همزبانان ما تماشا میکردند و فکرشان را در زیرش بیان میکردند. بله زنگ دیگر را قبول میکنیم. الو. الو. بله شما رو گوش میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام دادر جان. خب با شنوندگان برنامه شما خیلی خوشحال هستم که بسیار برنامه بهترین. ما برادران مهاجر در اینجا 10 نفر شما رو بسیار گوش کرده استیم. بهترین برنامه. میخواهیم که برنامه شما بسیارتر شوند. خیلی بسیار تشکر. امروز برنامه‌تون بهترین که در مورد پدر است. این کدام پدر مادر در حیات است، هر یک برادر خواهر، این پدر مادر یک نعمت ترین چیزهایی هستند که در دنیا. اینا رو حرمت و عزت کردن در کار، به قدر اینا رسیدن در کار. بله صد افسوس که صد افسوس که ما در مهاجرت پدر از دنیا گذشت. در وقتی جنازه گفتن درست نبودیم. خیلی این سخت است. این خیلی وزمین است که این حالت گذرانده باشد میفهمد. یکی فقط مردم مسلمان باید دعای پدر و مادر رو گرفتن در کار، حرمت عزت کردن در کار. اون که از سرش گذشته است خوب درک میکند. حتی با جنازه پدر مناسب نگشتن بله دردناک است. میفهمم البته. بسیار نو اپا بود، خواهر بود، یک تا بسیار نقص قید کرد. در حالت ما هم رنگ همین خواهر ولی از سر گذراندیم. میفهمیم بسیار وزمین است مهاجرت. بله گفتنی هم که خیلی برنامه های خوب بهترین. بسیار تشکر. بله تشکر با شما. روسیه خانه همسایه نه که دویده بیایی. پدر جان گذشت یا به دیدار مادر رسم، آخرین دیدارش گفته دویده آمدن دشوار است. خودی یک نرخ خودی چپته یک معرکه دفن پدر را میگذراند. آمده رفتن خیلی دشوار است. میدونید من شاهد یک حادثه بودم. یک پدر جان را از روسیه بیمار آوردند و 2 هفته خوابید. پدر خیلی دکتر و داروی درمان کردند تبابت نیافت و یک فرزندش در روسیه مانده بود. فرزند که اینجا که بود سخت دوست می داشت. پدر از دنیا گذشت، جنازه کردند. هفته دیگر گذشت، 3 هفته شد از روزی که پدر را از روسیه آوردند
و همان فرزندکش روز زنگ زده با یک سرور و خرسندی و هیجان زیاد گفت برای خواهرکانش که میدونید من برای درد پدرم درمان یافتم، اگر فلان رستنی را در آب فلان رستنی دیگر جوشانیده روز در سایه جا گرفته مانده نوشانید پدرم شفا میافته است. و بیچاره نمیداند که دیگر پدرش از مرز شفا گذشته رفت یا خود عملا کاملا از دنیا شفا یافته رفت، از دردهای دنیا خلاص شده رفت. اما به هر حال او قدر سرور داشت که من درمان درد پدرم را یافتم. میشنود که پدرش دیگر به درمان نیاز هم ندارد، او را به آرامگاه برده ماندند، آرام خواب است دیگر. سخت به درد است. همین نوشداروی فردوسی برین رستم سهراب را کشته میماند، نوشدارو بیارند شاید میخورد، داستان است آخر، اما میخورد و جان میگرفت، اما نوشداری را دشمنان دادن نمیخواهند. همین زمانی ما عجب زمان شده است که اقلا نوشداری را آوردن نمیشود. راه دور و درد زور و قلب ها رنجور هستند. زنگ میزنند. بله. الو. الو سلام علیکم. و علیکم سلام دادر جان. پرنده های مهاجر گوش میکنیم. اپا جان برنامه شما خیلی برنامه بهترین برنامه است. وقتی که من برنامه شما رو دیدم خب برای پدر جان ها موضوع ما امروز پدر است، در یاد پدر. بله اپا جان من متاسفانه پدر من نیست، من پدر ندارم، اما برای مادرم یک دو سخن بودم. مرحمت بخشش عذر زیاد. و من اساسا برای شما اساسا سخن دارم در واسه برنامه‌تون. وقتی که شما رو دیدم یک حسی من بلند شد و من همین خواهران رو گفتنیم که از شما برای افها و از شما برای مادرها یک عبرت بگیرند. شما برای انسان ها رو دیده غیره شما برای آدم ها شما، چون که حاضره دختران حاضره افها و خواهران ما بسیار هم براهای بسیار هم به زیب رفتستند. چکی کده گفته مطمئن بخشید و در مست مادرم من یک دو سخن بودم. مرحمت. من خودم در غریبی هستم در شهر مسکو. به همه مادران تاجیک صبر و تحمل خود را اظهار می نمایم و به آنها گفتنیم که همیشه خوشبخت باشند و همیشه در دعا باشند. بله آنها همیشه در دعا باشند. بله. و یا روبایی هم گفتنیم. خب در زبانم بعد بسم الله نام مادر است، ثروت دنیا برایم هیچ، نام مادر است، در سفر بهتر برایم این دعای مادر است، هر که قدرش را بداند جایش بهشت اکبر است. و در آخر گفتنیم اپا جان عزیز که همین برنامه رو پیش برید، بهترین برنامه است، قانون خوب البته و شما موفقیت کنید. تشکر دادر جان، بسیار تشکر. نیت نیک، نیت خیر بر نفر موفقیت خواستن. چشم ها آینه قلب انسان است میگویند، زبان هم همین طور است. چه در قلب انسان میگذرد. هستند نفرانی که چشمشان فقط چی را میبیند؟ بدی را میبیند. اینجا چرکین شده است، اونجا اشتباه است، انا اینجا خطا است، انا اونجا پست است، اونجا بلند است، اینجا سیاه است. چرا چشمشان فقط همین اشتباه را میبیند؟ چون که آینه قلبشان همین گونه است. جانب فلسفه نمیروم چون که موضوع را خود دگرگون کردن نمیخواهم. هستند نفرانی که فقط خوبی میخواهند، فقط خوبی میبینند، فقط خوبی میخواهند، چون که آینه ظاهر همین گونه است.
آینه باطنشان همین گونه است که فقط خوبی را نشان میدهد. برنامه پرنده های مهاجر است در یاد پدر برنامه امروزه ما و زنگ میزنند به ما. بله. السلام علیکم. و علیکم سلام. باور کنید اگر چندین بار زنگ زدیم یک بار برداشتید میگه صدا نیست. قطع کردین ما را. قطع نکردیم، خط علاقه کنده شد. نقد شما اپای عزیز. بله تشکر میگویم. ما در برنامه گذشته شما گپ زده بودیم، یک شعر غریبی خوانده بودیم با همون شخص. خب بسیار تشکر. بهترین. من میخوام که با امروز برنامه پدر بوده بهترین. پدری ما از دنیا گذشتگی است. ما میخوام که یک شعر پدر، این شعر من نیست، این شعر من نیست، شعر یک شاعر است. شاعر نمیدونم نظیری نام داشت، چی نام داشت؟ خب خانه شاید دریافت کنیم. بله یک شعر پدر میخوام به سمع شما برسونم. خب با سکته دل تو از جهان بگذشتی، با سکته دل تو از جهان بگذشتی، شد غم ما پدر جوان بگذشتی. هرگاه که پدر از تو به عالم یاد کنیم، با فاتحه روح تو را شاد کنیم. گر سکته دل بود جوان از جهان، امید جوانی تو آباد کنیم. هرگاه که پدر شدیم خود بی پدریم، او کلفت ما کشید و ما بی خبریم. دنیا دنیا با ما بگو ای دنیا، با قرض پدر چی سان ز عالم گذریم. بله من پیدا نکردم شعر از کیست، اما مضمون خوبی دارد. شما از یاد خواندید؟ از یاد خواندید شعر را؟ بله این شعر یک شاعر بود، نظیری بود، کی باشد؟ یک شاعر بود. من پدر ما گذشتگی همی خیال کردم که همین شعر برای ما گفته شده است، همین شعر ما از یاد کردیم. بله شاعران برای خلق می نویسند. آنچه که خلق خواند و پذیرفت علاقه مال خود خلق است، مال خود خلق است. بسیار تشکر. رحمت خداوند اپای عزیز مایلش. خب تشکر زیاد. رحمت خداوند ایثار شما هم باشد. دادر عزیز یا برادر عزیز شاید باشند. زنگ به حد بسیار است، ما همه را پای هم گرفته نمیتوانیم. برای همین چنان یک دادر گفتن کم کم اگر حرف زنند همه میتوانند زنگ زدن با ما بپیوندند و در یک هفته یک برنامه به فکر من هم کم است که همه زنگ زدن نمیتوانند. بله الو، صدای ما هست؟ البته هست گوش میکنیم شما را. خب بله الو. السلام علیکم. و علیکم سلام. گوش میکنیم شما را. صدای ما خوبتر است؟ بله بسیار هم. الو. بله گوش میکنیم شما را. السلام علیکم. و علیکم سلام. بله خوب است. خوب. الو. خوب است. پرنده های مهاجره؟ بله. الو. بله پرنده های مهاجر است. الو. خب خط علاقه خودشان ناساز است. زنگ دیگر را قبول میکنیم. بله باز هم قطع شد. این تکنیک است و ما نمیتوانیم شرح دهیم که چرا چنین شد. الو. بله برادر گوش میکنیم. در خط علاقه قرار دارید. الو. بله الو. برنامه پرنده های مهاجر است. موضوع برنامه امروزه ما یاد پدر است، احترام پدر، حرمت پدر. بله الو. چه ناجوره در خط علاقه به وجود آمد که نشنیده ایستادند ما را. خب برنامه را ادامه میدیم. برنامه من بعده درباره خانواده، درباره فرزندداری، یک نامه به نهایت نامه پرمضمون است برایتان قرائت میکنم. بعد آن را محاکمه میکنیم که تا چه اندازه کار درست کرده یک مادر بزرگوار که در یک خاندان نبودن یک نعمت بی‌بها را توانسته است تامین کند. امروز باشد یاد پدر نام دارد برنامه
اگر خداوند خواسته باشد در برنامه آینده موضوع های دیگر را پیگیری میکنیم. بله، الو. السلام علیکم. و علیکم سلام، گوش میکنیم شما. السلام علیکم. و علیکم سلام. راستی اپا جان باری اول است که من برنامه شما را مقصد گیرم میشنوم یا که تماس میکنم. اول اینکه شکرانه الله را میکنم که در شبکه یوتیوبی انا شما برین چونین زنهای مسلمان با حجاب انا در از جمله مقصد مردمی تاجیکستان که برآمد میکنن، شکرانه الله را میکنم. و اینکه راستی انا به نهایت یک موضوع هست که این واقعا پدر مادر یک نعمتی هست که از جانب الله این ما انتخاب نمیکنیم، فقط خداوند برای ما انتخاب میکنه. و ما باید حتما به قدر پدر مادر ما باید حتما برسیم. اما یک چیز من میخوام درک بکنم که وقتی که ما شکر الله که پدر و مادر امروز بگیم که پدر و مادر ما هستن و یک چیز ما امروز در مهاجرت هستم حس میکنم که یک زمانی ما یوش بودیم و هر عمل خطایی میکردیم. پدر من سخن داشتم و میگفت که هنوز هم دارن و میگرد که مقصد شما من میتونم شما رو ببخشم امروز. حتی ما زن داشتیم، حتی ما اویله داشتیم، میگفت حالا هم شما رو در خطاگیاتون میبخشم، اما زمانی که فرزنددار شدید من دیگر خطاگی شما رو نمیبخشم. و اینا نمیتونستم درک بکنم، یعنی به چی خاطر چنین میگفتن. و امروز واقعا وقتی که شخص فرزنددار میشوه پس حس میکنه که پدر چیست یا پدر کیست، چی نعمت بزرگ است و مادر کیست. واقعا به قدر پدر و مادر رسیدن در کار اینا یک نعمت هستن که بله و بسیارم عرض سپاس میکنم به شما چنین موضوع بهترین میمونید. خب و از شما نیز سپاس گذاریم. باری اول در هیجان هستم، بخشش از شما و معذرت میخوام. شاید نه بهترین حرفا بودند. باقی در امان خدا باشید. تشکر زیاد دادن. تشکر زیاد. خوب بودند حرفا، یگان اشتباه نبود. درست گفتید، پدر بودن دشوار است، پدر شدن آسان، پدری کردن دشوار است. درست گفتن که تا پدر نشوی به قدر پدر نمیرسی. خب اینجا کارگردان برنامه میگویند فرصت برنامه پایان پذیرفته ایستاده است و این زنگ آخرین را قبول کردیم. در هفته برنامه اشتباه اگر از ما گذشت از شما معذرت میخواهیم، چون به خطا کسی وجود ندارد. و در آخر برنامه گفتنی هستم که هرگز ملال خاطر کسی نباید که نفر مقابل برنامه حرف میزند. او هم حقوق دارد، زیرا او هم برای ابراز فکر و اندیشه خودش حق دارد. ماهی باید مقابل مجرا هم شنا کرده تواند، هم سمت مجرا میتواند ماهی مرده هم شنا کند. ماهی مرده را آب خودش گرفته رفتن میگیرد. مقابل مجرا شنا کردن یعنی فکر و اندیشه خود را داشتن و همیشه ابراز کردن، در اندیشه خود استوار ماندن هم باید. هرگز ملال خاطرتان نبیاید. شاید نفری هستند که گفتن میخواهند دیگر حرفی را، اما هنگام گفتن همان لیاقت گفتارشان اونقدر دست نمیدهد که میشود موضوع دیگر معنا ویران شده میرود. من هم در برنامه گذشته میخواستم حدیثی را درباره نیت گویم که معنا را معنی داد کرده نتوانستم و دیدم که اشتباه است. یا مثلا در برنامه گذشته گفتم برای مهاجران سری تعظیم فرود میاریم، اما بعدتر درک کردم که تعظیم این از کلمه عظم است، عظمت است و تعظیم تنها برای خداوند است. من هم اشتباه کردم، اشتباه همه میکند. برنامه پرنده های مهاجر بود. این برنامه فرهنگی است، ادبی است. برنامه گفتن ممکن که اگر برای مادر جان ها فهم کرده گویم، این برنامه است که پر از مهر و محبت و اظهار سپاس و منتداری و یک برنامه که آزاد میتوانید درباره
یاد پدر و دعای مادر و یا که مهر فرزندکان حرف زده توانید درباره مهاجران و محض برای مهاجران است این برنامه. این برنامه برای خوانندگان نه، برای آموزگاران، برای دختران طبابتی نیست، تاریخی نیست. برنامه برای مهاجران است و هرگز سیاسی نیست. ما در این سیاست نمیکوبیم و اگر نفر بابت سیاست حرف میزند حرفش را باز نمیداریم، چون که او فکر خودش را میگوید، برداشت خودش را از برنامه میگوید. ما برنامه فرهنگی میبریم. فرهنگ هم شاخه هست، سیاست هست، فقط سمت دیگرگون. هر یک کشور را از روی تمدنش، از روی تاریخش، ادبیاتش، فرهنگش میشناسند. مثلا وقتی شما زبان انگلیسی را آموختن میخواهید، اول شاعرانش را میآموزید، ادیبان و نویسندگانش را میآموزید، بعد عالمهایش را میآموزید، بعد سیاستمدار. شاید تا سیاستمدارش رفته نرسید، هم زبان را از خود کرده میشوید. وقتی که فارس ها را دیگر ملت آموختنی میشوند، از همان رو از فردوسی و حافظ و رومی و سعدی و بیدل سر کرده می آموزند. این طرف در تاجیکستان از سردفتر ادبیات تاجیکی، از رودکی سر کرده می آموزند. انا همین طور اول از فرهنگ آغاز می کنند. برنامه پرنده های مهاجر را در مرز خاتمه یابیش قرار داریم. باری دیگر بر همه شما برای ابراز فکرهایتان تشکر میگویم. نفرانی که توانستند با ما پیوسته ابراز کردند، فکرشان را حرف زدند، درباره پدر گفتند، نفران راز دلشان را گفتند، با همهشان تشکر. و آنهایی که هر قدر کوشش کردند با خط علاقه پیوسته نتوانستند چون زنگ به حد بسیار بود، با آنها هم تشکر میگویم که وقت پرقیمت ترین عمر عزیز خویش را، چون وقت عمر است، عمر خیلی پرقیمت است، خریده نمی شود، وقت پرقیمتشان را صرف کرده با ما در تماس شدن خواستند و خیلی کوشش کردند که زنگ زنند و حرف زنند. سخنشان را، حرفشان را گم نکنند. برنامه حالا خدا خواهد ادامه می‌یابد، در برنامه‌های دیگر می‌توانند گفته باشند. خب ای مردم بیدار، پناهت به خدا تا دیدن دیدار، پناهت به خدا تا برنامه های دیگر در پناه خدا باشد. السلام علیکم و رحمت الله. ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تموم دنیا. روی شاخه های دوری چه خوشی داره صبوری، وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری. میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی نداره، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه.
میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت تا بخوای برگردی خونه گم میشی تو باغ قربت واسه ما فرقی نداره هر جا باشیم شب نشینیم دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه